است. در افغانستان با گذشت یک روز از حمله مرگبار در کابل، تاجران و ساکنان پایتخت افغانستان به پاکاری محل بمبگذاری شروع کردند. ساکنان کابل میگویند دیگر از ناامنی زیاد خسته شدند و از آینده خویش نگرانند. چی حال است برای خدا؟ یک روز باشد، 2 روز باشد، 10 روز باشد، 1 سال باشد تا که خانه خراب باشید، مردم تباه کرد، مردم در بدر خاک به سر کرد، مردم صبح میبره از خاطر یک لقمه نان بیگاه مرده شده خانه میبره. صبح که خانه بریم نمیفهم که شام خانه میریم یا نمیریم. نگرانی خانه یک طرف، نگرانی نامنی دیگر طرف. مقامات افغانستان گفتند در نتیجه بمبگذاری روز 31 می در مرکز کابل کمش 90 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. و گفته مقامات حمله‌وران بمب قوی را در داخل ماشین گذاشتند که فاضلاب میکشد. کسی مسئولیت این بمبگذاری را که بسیار از قربانیانش مردم آسایشته بود بر دوش نگرفته است.